رشد ما قربانی سر و پای تو میشم اوچه من. نه دوستان عزیز اوشا همراه پدر کیست. این شخصیت بزرگ میبینه پدر است. میگم بیش در زیر پای مادران است پدران است. فرزندمون در کجا افتاد در پناه اسمت خودشون نگاه دار. پروردگار کریم خیرتون قبول کنه عمری ببرد که خورتون همیشه در امان خدا باشه. ایما روزی هستی و چجور؟ 100 بار زاریم. ما فقط خسنده شما را میخوام. سلام دوستان و هواداران سامانه رحیم پرو. دوستان عزیز شرکت اکا احمد یکی از شرکت های بهترین برای گذراندن گرانیتسا برای شما کمک میکنه. در نمود ماشین داره. چقدر که شما در روی اکران دیدین دوستان عزیز ماشیناش همش کامفورت خوب خدمت رسانیش در سطح عالی برادران عزیز. فقط با خاص الله مهربان اینها باشد سبب میشوه شما را سوق سلامت برده میاره. شرکت اکای احمد بهترین شرکتی که ما برای شما توصیه میتیم. نمرش در روی اکران موندگی برادر جونا زنگ بزنید از نام کانال رحیم پرو با سیکتیکش هم داره. خدا نگهبانتون. با شرکت اکای احمد میتونید که گرانیت سره سفر کنید. سوق و سلامت گشته اوین. خدا حافظ. رحیم پروداکشن. قشلاقکی من بوی چپاتی دارم شیرینی شیرینی توتی دارم سلام عرض میکنم با کلی تماشاگران دائمی سامانه رحیم پروداکشن و با کلی اون افرادی که این لحظه در کانال ما نو مهمون شده. همه کسب داریم باز یک بار دیگه ابونه شین پادپیست سکنین زیرو از همه نویگری های سامانه ما با خبر باشید. نگفتن اون دوستان عزیز باز ما در ناحیه فرخار قرار داریم. تصمیم گرفتیم یک آشی پلوی اوچگی و اتگی میگم بهش در زیر خاکی مادران و پدران است. برای نام با همراهی مادرجان پدرجان یک آشی پلو با کلی مردم غریب میکنیم. شما ببینید انا همین نمود بکنین در قطعی همراه یار و برادرها بخورین. که ما میکنیم به نام همسایه با آدمایی که نیازمندن یا لگنی تقسیم میکنیم برای خیر برای رکلامانه. ما با اون خاطر کردیم که شما و دیگر شخصیت ها بینن با اونها در سیبرا چه همین کارا بکنن. هر یک کس میتونه بکنه. کار آسان است برای هر یک کس برای صحابی کاری خودش میکنه. فقط ما را همراهی باشید تا اخیر تماشا کنید چقدر آش پلاو در فرقات تیار کرده میشود. یا شیلش میکنیم یا آش پاوری نامدار پدر مهربان ما و چپاتی پز نازنین مادرجان عزیز ما بگذار همه وقت مادر و پدرها در بالای سر هر یکی ما و شما باشد. باقی در پناه الله باشید. فقط ما را همسفر باشید. ویدیو را پدلیسا و لایک ایتون برین. رفتیم. در زیر سفیدار بود خاکی پدر انا دوستان عزیز گوشت آوردیم یکم با کدام خود ترکینا انشالله که دیدین این گوشتی اوشا ریزه نمیکنی مایده مایده. انم خیلی زنده میدوزی اینا دیدین اینه یاش اینا یش کم کم سوغندار گفتیم که برای مزهش برومدن فرخوردم خیلی میکنه. اینا 6 کیلو گوشت در 15 کیلو برین میدوزیم بافکینو بهترین میشه. و اینا یک خوبشه سبزی 27 کیلو سبزی را از خودمون میگیریم بوی میکنیم ریزه میکنیم. نگاه کنید که سبزی را کلونیش چخیلن. اینا سبزی را بید اینا هر گاهی که در پوپشی حتی میدوختم میگرفت آش میکرد. حالا بیای فقط دستگیری کنین باز میبینه که مسئله منمو چپاتی و اوچگی رو اوچه چخیل کردیش باشم میریم. انا دوستان عزیز اینا کاری باری اوچه بخچای انا اینا خمیرمای اوچگی میگم به دروش ما قربانی سر و پای تو میشم اوچه من. دیدین دوستان عزیز این انم اردی توجیکی خدمونه اوچه جان یک دومتی بعدی انمی با خیرتون قبول کنید. عمری به برکت بینید. خدا دنی را تینجه امونی کنه. فرزندمون در کجا افتاد در پناه اسمت خودشون نگاه دار. پروردگار کریم خیرتون قبول کنه عمری به برکت خورتون همیشه در امان خدا باشه. ایما روزی هستی و چجور؟ 100 بار زاریم. ما فقط خسنده شما را میخوام. بر وطنم بارانی سریش میبرد بر وطنم آن باد کی میوزد برام آهی من است آهی من است. آه
وطنم جان وطنم جان وطنم در حولی کودکیم از دانه عشق من دانه تو میتکانم همه شب آه وطنم جان وطنم جان وطنم این چورماغایی که انمی چورماغی که نمی اینا بالای سر کنه میبینه ایامی چی نشون نه که کسانی که ای مردم قشلاق رنگی ما در قشلاق کلان جگن این خاطر میدونن این خاطر انمو چورماغایی که خودش میگاته چورماغای قوتی اینا و چند برای مورا گرفته اینا اینا انا یک کاپوستا دوستان عزیز کیلوی کاپوستا 2.5 سومون گرفتیم 3.5 4 سومون 2.5 سومون 2 سومون هم کلا ما هم 2.5 سومون گرفتیم اول کنشا نخیر گیر میبریم اینا یک قباچه میگیریم یک قباچه گرفتیم یاش مصر میشوان یاش مصر دم میپرتویم و بعد ایرا نگاه انا دوستان عزیز انا سبزی که قطعی سالاد دوخته میشه اینا نگاه کن سبزی توجیکستان رو که در بزرگیش بمبرم دیگر انا ایرا میریم انا ای قطعی دنمو دوره انا میش قطعی میگذارنیم یکی میریم انا دوستان عزیز اینا چاپوتی را خیلی مشهور تقریبا چند خمه شروع شد چاپوتی را یا 20 میلیون مشهورش نیم ساعت هم خیلیش کردم بگیری ها تو دستی چی داشتم بگیری دوستان عزیز اینا سبز رزکنی را آغاز کردیم خوزی قدر رزکنی بینیم کمای با سبزی را زکس میکنیم ولی آورده سن خوزی انشاءالله که باکتی رو میرسه ولی با اونو برون سطیل یک سطیل دیگه هستای قدرش تماشا کنیم مشتی خاشاک زیسته برای بوشو تازه و نوبهار باز ما اینا 5 لیتر روغن دوختیم قریب 1 لیترشون 1 لیتر هم اینا دوستانی عزیز اینا دیدین نونی و چگه چاپاتی خیلی های چاپاتی های بزرگی فرق داره بی خشوبی شبیه هماشه بازی 60 طبقه سه میبینیم چه لگنی شبه یک چاپاتی یک لگن آش سیر سالاد تقسیم بکنیم همسایه برای که مردکو را خبر کنیم فقط چون میان میخرن کودکو خیلی وقتی که لگن آش میتونه که اهل باید چقدر کودکوش خطی بشنه یا ناله میخرن بهترین کار میشه دوستان عزیز بازی 3 تا چاپاتی را پختیان باز یک 25 تا دیگه مونده 60 تا میشه ان شاء الله تقسیم بکنیم فقط پروفیل تماشا کنیم هزار آمد برای دست بیاد بسم الله الرحمن الرحیم هوپا هوپا دوستان عزیز انا دوستان عزیز گوشت بینید چه چیزی کنید انا
دوستان عزیز اوزی گوشت نگاه کنید سب سبزی برای که علو تیزی شروع ہے خاموشی صاحب کلیدی بستگی های دل است دوستان عزیز سازیش هم میدوزیم اینه یکم طبق سازی برای چی خیلی کیسیم که سازی را شوشتیم پیش هایچی کردن که یکون دست یک کلونای مایده یا جوی جزیره با اون خطیر یا پتاکی دیگه سازی را شوشتیم تمام تیوش رو بسار شد نمیره گوش شروع میبروری ها نفت دا هم برای همه تو دیگه سازیش رسید که دیگه نمیتونه ها دوستان عزیز هوا را بینین اگر ساعت و لیسه هوا ابرنو شروع نار امی اگر یه تایش یا لگنی باردارون کن بزنین راحت یا انم گوشتا کوی سب سخک شای کو بگی اتچنه انا اینه دیم لگنه ای دیم طبق حواسی زندگی در درگاهی ناو حواسی زندگی اینا دوستان عزیز علاقه ما اوش تصمیم کردیم اینا سالاد دیدی اینا گوشت بردگی انشالله که یک 40 کس 50 نفر دا میرسه همون لگران رو تپ تپ که قطعی بوده کش خره اینا اوش ما را نگاه کنین علاقه نیم شی باقی در پناه الله باشین خیر تو برنامه آینده